کل تخته کمرمون داره توی زمین فشار میده. بزنیم سم به عقبایی که داشتیم. الان بالاتنمون تو حالت راحتی خودش قرار میگیره. گردنمون به زمین نزدیک، چونه رو به قفسه سینه نزدیک میکنیم. دم میگیریم با وزن، دستمون کنار بدنمون توی زمین فشار میدیم. چهار سر رو منقبض، اگر منقبضمون عضله پرینه همون که وقتی میخوایم جیش کنیم جلو میگیریمش منقبض، اگر منقبض دم و باز زمین جاری به آرومی. شکم منقبض دستا رو تو زمین فشار میدیم. زانوها رو جدا میکنیم، به دستمون کمی ضربه میزنیم، با دستمون فشار میدیم توی زمین. سعی میکنیم لگن رو جدا کنیم، دست رو بزنیم پشت کمر، زانو نزدیکه. به آرومی پارزانو رو میبندیم. آروم بالا تنه از بالاترین ستون فقرات دونه دونه روی زمین میزنیم تا برگردیم کامل روی زمین. منقبض به سرمون نگاه کنیم. اگه سر درد داریم داریم نفس نمیکشیم ما بچه‌ها. تو این حالت بالا کن. آره اینجوری کن. فشار میدم، تاج سرمو میزنم رو زمین. دارید مثلا منو نگاه میکنی؟
بالا با کسی سر بالا باز میشه زیادی عقب یا جلو نرم. دقیقا همون جایی که بودم میام دوباره دستامو خم میکنم 90 درجه تا اینجا سرمو میزنم روی زمین سرمو سر میدم و از بالاترین سطح و بعد میچرخم سمت راست و بلند میشم. اوکی خوبه مرسی. خب من میخوام برم. میخوام ببینم. مرسی. خیلی خوبه که خب انگشتای دست رو میچرخونیم رو به بدن میذاریم کنار شونه‌هامون. آرنجا رو میبندیم. مهمترینش اینه که آرنجامون به اندازه عرض شونه‌مون باز باشه. عالی. دمو باز کل کف دستمون داره توی زمین فشار میده. کف دست‌ها یه ذره دور باشه. میتونی؟ میتونم؟ دمو باز زمینمون جاریه. چهار سرمون منقبضه. پاها رو توی زمین فشار میدیم. پاهامون رو وقتی داریم از لگنمون که بلند کنیم زانوها جدا نشه. آروم لگن رو بلند می‌کنیم تا پشت گردن تاج سر رو می‌ذاریم روی زمین. آرنجا بسته. دم می‌گیریم با بازدم به دستامون فشار میدیم. میایم بالا. دم و بازدم جاری. لگن منقبض. آفرین. دم و بازدم جاری. شکم منقبض. به آرومی دوباره تاج سر رو نزدیک زمین. آروم می‌ذاریم تا سر رو می‌سرونیم که سر میدیم. می‌سرونیم. وای چه فشار جالبی به این ماهیچه‌ها میاد. کارکار لعنتی. عجیب. نایس. چی شدی؟ رفتی؟ برو بالا باید بریم. آنجا ببند آنجا. وقتی آنجا ببندیم باز میفته اینجا. کلا دستا فشار میدیم. چهار سر رو منقبض. پا فشار میدیم. چهار سر محکم منقبض بیاش بالا. لگن کامل بالا بیاد. تاج سر بشه. چرا؟ خیلی سخته. آفرین آفرین. دستاتو حالا صاف کن. یا خدا کمک. نزدیک زمین. آرنج باید بمونه 90. آره دیگه. اصلا آرنج تکون نده. آفرین. آفرین. آرنجاش باز میشه نه؟ عروسک یوگا باز. خب عالی بود. بس دیگه. عروسک. خب بریم برای چرخش. بمونیم بخوابیم. بخوابیم بچه‌ها. چرخش بریم. اول کمرمون یه ذره ماساژ میدیم با هپی بیبی. زانوها رو هر دو از دو طرف میاریم نزدیک زمین. دستا رو از داخل میبریم و کف پاها رو میگیریم. کف پاها رو به آسمون. همه با هم میریم راست. همه راست. زانوی راست روی زمین. دستا از داخله. شروع. دم و بازدم جاری. به آرومی برمیگردیم. میایم مرکز سمت چپ. زانوی پای چپ رو زمین. دم با بازدم راست. کل کمر روی زمینه. سر روی زمینه. قفسه سینه بازه. کل کمر روی زمینه. دم و بازدم جاری. پاها از هم دیگه فاصله داره تا زانوها روی زمین بیاد. دم و بازدم جاری. آروم. پاها رو برمی‌گردونیم. زانوها رو می‌زنیم به هم. کف پاها رو از هم دیگه فاصله میدیم. زانوها به هم. کف پاها از هم دیگه فاصله. به اندازه عرض مغز باز. دم می‌گیریم با بازدم. هر دو زانو به سمت چپ. سعی می‌کنیم شونه‌مون از زمین جدا نشن. هر دو زانو رو می‌رسونیم به زمین روی لگن
چپ سعی میکنیم با هر دم بازم نزدیک به زمین کنیم. شونامون نباید جدا بشه. تا جایی که شونامون جدا نشه میریم پایین. دم و بازم جاری. اجازه میدیم خستگی ها از توی بدنمون چلونده بشه بیرون. آروم برمیگردیم مرکز. جای پاها رو عوض میکنیم. اول پای چپ میاد روی پای راست. پای راست سر میخوره صاف میشه. از روی پای چپ به سمت راست میره. شونه ها روی زمین با هر دم و بازدم زانو به زمین بیشتر نزدیک میشه. دم و بازدم شکمی شکم باز بشه خالی بشه. قشنگ خستگی رو می‌کنیم. آروم برمیگردیم. پا رو برمیگردونیم. پای راست رو میندازیم روی پای چپ. همینجور که رو هم دیگه هستن. بدنمون میره سمت چپ. دستا رو از آرنج خم میکنیم 90 درجه کنارمون. پشت دستا رو فشار میدیم توی زمین. نگاه به سمت راست. پا سمت چپه. سرمون به سمت راست. یه دم عمیق شکمی. باز دم عمیق. یه بار دیگه دم عمیق. باز دم عمیق. دستا رو فشار میدیم توی زمین. به پامون قدرت میدیم. بعدش رو میگردونیم. جای پاها رو برعکس میکنیم. دستا رو فشار میدیم توی زمین. پاها به سمت راست. سرمون به سمت چپ میچرخه. دم و بازدم شکم. پا رو برمیگردونیم. زانوها رو میاریم توی شکم. گودی کمر رو فشار میدیم توی زمین. گودی کمر رو نگه